یک شاخه گل، برنامه شماره 325. در هر دو جهان آرزوی روی تو دارم، زیرا که هوای رخ نیکوی تو دارم. دلجوی تو دارم، نیکوست خوانم غزل شاه، زیرا که هوای رخ نیکوی تو دارم. اندی دارد دلم خوی تو دارم، از تو در آنجا اثری بود، هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود. در هر سری از شوق تو شوری و شری بود، در بی خبران حسرت دیدار تو دیدم، از عشق تو در بی خبران هم خبری بود. آواره شدم تا شنوم قصه عشقت، شرح غم تو نغمه هر رهگذری بود. سرسبزی بستان جهان دیدم و دانم، در باغ و بهار تو گل تازه تری بود. شورید سران را ز تو سامان و سری هست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. هر جا که شدم، هر جا که شدم از تو در اونجا اثری بود. هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، در هر سری در هر سری از شوق تو شوری و شری بود.
حسرت دیدار تو دیدم در بیخبران حسرت دیدار تو دیدم از عشق تو در بیخبران هم خبری بود یا شرح غم تو نغمه هر ره گذری بود شرح غم تو شرح غم تو نغمه هر ره گذری بود سرسبزی بستان جهان سرسبزی بستان جهان دیدم و دانم
سرسبزی بستان جهان دیدم و دانم، در باغ و بهار تو گل تازه تری بود جانم دل یارو در باغ و بهار تو گل تازه تری بود یا شورید سران را ز تو سامان و سری هست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. شورید سران را ز تو سامان و سری هست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. شورید سران را ز تو سامان و سری هست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. رقصم
چو یکی ذره او را طلبت رقصم چو یکی ذره که او را طلبت گرماه مرا گرماه مرا بر دل مسکین نظری بود. شرح غم تو شرح غم تو نغمه هر رهگذری شرح غم تو نغمه هر رهگذری بود. قصه عشقت شرح شرح غم تو نغمه گذری بود. یا خما یا چو یکی ذره که او را طلبد مهر گرم
شاخه گلی که نثار شد شماره 325 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از فروغي بسطامي و پروین دولت آبادی. آهنگ ماهور از آقای جواد معروفی. گوینده آذر پژوهش.